رئیست کارگزاری پرزیدنت روسیه در صحیفه‌اش در شبکه کنتاکت خبر داد که تمام میوه‌های رو که پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون همچون توفه از تاجیکستان به جشن 70 سالگی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آورده بود به یتیمخانه‌های شهر سانت پتربورگ تقدیم کردند. برای انتقال این توفه ها 6 ماشین بارکش لازم شده است. 7 اکتبر سال 2022 در قصر کنستانتین رئیست کارگزاری پرزیدنت روسیه نشست غیر رسمی سران کشورهای اسنگ دایر شد. این نشست در روز جشن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اتفاق افتاد. رهبر تاجیکستان امومالی رحمون به ولادیمیر پوتین توفه های غیر عادی میوه‌جات اگزوتیکی از کشورش آورده بود و تقدیم کرد. 6 ماشین بارکش پر از توفه های تاجیکی به یتیمخانه های سانت پتربورگ تقدیم کرده شد. برای شاگردان این یتیمخانه ها این یک توفه شیرین و مفید شد. خبر داده است رئیست کارگزاری پرزیدنت روسیه این اداره ویدیویی را نیز نشر کرده است که چگونه شاگردان یکی از یتیمخانه ها برای این توفه های بمزه اظهار سپاس میکنند. سخنگوی رئیست کارگزاری پرزیدنت روسیه الینا کریلووا گفته است که میوه های تاجیکستان را با سپارش پوتین به 6 یتیمخانه پتربورگ تقسیم کردند و برای انتقال آنها 6 ماشین بارکش استفاده شده است. طبق قبلا خبر دادیم روز 7 اکتبر سال 2022 در روزی که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به سن 70 رسید در قصر کنستانتین شهر سانت پتربورگ نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو اسنگ دایر شد. از 10 کشور عضو اسنگ تنها 2 پرزیدنت قرقیزستان و مولدووا سادر جبارو و مایا ساندو به پتربورگ به تبریک پوتین نآمدند. تا این ساعت به پوتین چه توفه کردن 2 پرزیدنت معلوم شده است. بنا به خبرها پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو به پوتین به مناسبت 70 سالگیش تراکتور تمغه بلاروس توفه کرده است، ولی توفه امومالی رحمون از تریزه قصر کنستانتین به چشم می رسید و رسانه ها ویدیوی آن را هم نشر کردند. معلوم شد که امومالی رحمون برای تبریک پوتین با خود به پتربورگ یک هواپیما تربوز و خربوزه برده است و از این پالیزه های برده امومالی رحمون در سان اولی قصر کنستانتین 2 پیرامید یا منوره بزرگ از تربوز و خربوزه ساختند و از میوه های دیگر در کنار این 2 منوره تربوز و خربوز قالین میوگی گستردند. امومالی رحمون سالهای آخر در دوشنبه نیز به مناسبت میمانان بلندپایش درست کردن چنین پیرامیده ها از میوه و سبزیجات گوناگون را خوش دارد و ماه ایون سال جاری وقتی که پوتین به تاجیکستان آمده بود برای او هم از میوه و سبزیجات تاجیکستان چندین چنین منوره و فواره ساخته بودند.